دوبله شده در استودیو جیم. ابراهیم بیدار شو. شروع میکنیم. Dünyam alt üst oldu sayende. İyice dümensiz oldum ben. Deli mıknatısı var bende. Bir geldin bir geldin, çöreklendim hayatıma. Dertsiz tasasızdım ne güzel, deli çıkacağım en sonunda. Ne git diyebiliyorum, ne kal diyebiliyorum. Kafam karma karışık, sebebini bilmiyorum. Ne git diyebiliyorum, ne kal diyebiliyorum. Kafam karma karışık, sebebini bilmiyorum. Gitsem bir dert, kalsam bir dert, nedir bu halim çözemiyorum. Aklım gitti başımdan, keşke yıkılsam karşımdan. Gitsem bir dert, kalsam bir dert, nedir bu halim çözemiyorum. Aklım gitti başımdan, keşke yıkılsam karşımdan. Yormasan mı beni acaba? Geldin bari bir sus otur. Sen beni tanımıyorsun ki daha. Canavar olurum icabında. Zorlanmaya hiç gelemem. Huzura muhtaç olursun. Yaptığım neleri bilemem. Tanrım seni benden korusun. Ne git diyebiliyorum, ne kal diyebiliyorum. Kafam karma karışık, sebebini bilmiyorum. Ne git diyebiliyorum, ne kal diyebiliyorum. Kafam karma karışık, sebebini bilmiyorum. Gitsen bir dert, kalsam bir dert, nedir bu halim çözemiyorum. Aklım gitti başımdan, keşke yıkılsam karşımdan. Gitsen bir dert, kalsam bir dert, nedir bu halim çözemiyorum. Aklım gitti başımdan, keşke yıkılsam karşımdan. Gitsen bir dert, kalsam bir dert, nedir bu halim çözemiyorum. Aklım gitti başımdan, keşke yıkılsam karşımdan. یک هفته بعد. خدمت شما عرضم که آخرین برآوردی که کردیم اینه. بقیه پرونده ها رو آماده کرد. دمیر خان، همه مدارک مربوط به پروژه، نحوه انجامش و همه مدارک لازم روی منم میز. طرح‌هایی که برای ارائه خواسته بودین رو فرستادم. مدل سازی‌های بورا و عکس قبل و بعدش هم توی ایمیلتونه. بودجه خرج و مخارج هم دم دستتونه. به نظر میاد که همه چی تکمیله. ممنونم دوستان. دمیر خان، بله لروکس خانم. اگه کارتون تمومه میتونم برم؟ نه نمیتونین برین لروکس خانم. قراره تو تراس جشن بگیریم. باشه دمیر خان.
دخترا اوستا این همه ساله که با کلی معمار و مهندس کار کردم، اما شماها یه چیز دیگه ای. یعنی چی یه چیز دیگه ای موستا؟ یکم توضیح بده. شما قدرت‌های فوق‌العاده‌ای دارید. بی خیال اوستا، این تویی که تو یه ثانیه میای و میری. چیز فوق‌العاده‌ای که شما دارین دوستیتونه. از همدیگه حمایت میکنین، برای همینم کار عقب نمیمونه. از کسی که کار عقب بندازه خوشم نمیاد. حالشو در میاری. در میارم. خب آیدا چی شد؟ تونستی مشکل کافر حل کنی؟ راستش این کار زمان بره اوستا، اما لیلا خانم و فیروزه خانم هستن، دستشون درد نکنه، اونا دارن ادارش میکنن. سلام. اوستا تو اصلا نمیرسیم بهش. مدلش دیگه. نمیدونم. سلام به همگی. خوش اومدی آلارا. سلام. جمع بشین، میخوام یه چیزی بهتون بگم. اول از همه دوباره از همتون ممنونم، واقعا خیلی پروژه خوبی شد و به لطف شما الان من و دمین میتونیم با آرامش بریم پاریس. یکمم با هیجان. الان من باشه. کارت عالی بود. دستت درد نکنه لرنس. فیروزه به نظرت این قضیه چی میشه؟ خب چی کار کنم؟ دارم باش ور میرم ببینم میتونم درستش کنم یا نه دیگه. من اونو نمیگم که، دمیر و لروکسو میگم. ببین هیچ صداییم ازشون در نمیاد، تو هم زنگ نمیزنی. آیدا گفت سرمون شلوغه. خب بذار سرشون خلوت چه ببینیم چی میشه. اگه از دستمون عصبانی بشن چی؟ اگه رابطشون خراب بشه چی؟ فرقی نمیکنه، برای اینکه بپری به جلو باید یه قدم به عقب برگردی. خسته نباشین. آی. نشنیدیم که اومدین محرم خواه. بی صدا میام، اما این دفعه فرق میکنه. اومدم بهتون تبریک بگم. پس خوش اومدین. ممنونم لیلا خانم جون. پس اینجا شروع به کار کردین؟ داریم اینجوری سرمونو گرم. خوبه، کار کردن خوبه. در ضمن به شما خیلی میاد لیلا خانم جون. اگه یادتون باشه ما قراره یه قهوه با هم داشتیم، اونو اینجا بخوری؟ اینجا؟ الان؟ اگه کارتون زیاده میتونم منتظر بمونم. نه کاری نداریم، من همین الان قهوه شما رو میارم، الان درست میکنم. راستی یه سوالی داشتم، ما خیلی وقته که لروکس رو ندیدیم، شنیدیم سرتون خیلی شلوغه. نه خدا رو شکر تموم کردیم. خب چطوره؟ انگار یکم از دستمون دلخور شده بود، واسه همین الان نمیتونیم بهش زنگ بزنیم. نه لروکس قهر نمیکنه، اصلا اینطوری نیست. این هفته خیلی کار کردیم، از خستگیه. آره تقصیر رئیسشه، اون رئیسش انقدر عاشق کاره که نگو، مگه نه ها؟ نه دمیر خان خیلی آدم خوبیه. دمیر؟ دمیر خان؟ دمیر اراندیل.
رئیس شرکت معماری آرتمیم. ها، دمیر و لروکس یه جا کار میکنن. یارو کجا رفت؟ نیست، غیبش زد، پیداش نیست، معلوم نیست کجاست. نتونستم به تبریک بگم عزیزم. بریم اون طرف. البته بریم. چیه؟ میشه به هم کمک کنی عزیزم؟ بیا که کارو با هم آماده کنی. خب چیزی نمیگی؟ این چیز مخفی چیه؟ موضوع اینه که من برای دومین شبمون تو پاریس توی یه رستوران جا رزرو کردم. یه جای خیلی خوبیه، 3 ستاره است، سرآشپزش حرف نداره. اگه بخوای اونجا جا رزرو کنی باید 6 ماه جلوتر این کار بکنی، اما من یه جوری ردیفش کردم. عالیه. ببین چطوره. اگه تو نمیخوای میتونیم بریم یه جای دیگه که تو بخوای. نه، به نظرم انتخاب خوبیه. میخوای شب بعدش هم تو برنامه ریزی کن باشه؟ شب بعدش؟ من اینطوری فکر کردم حالا که داریم میریم پاریس چرا سریع برگردیم یه چند روز بیشتر بمونیم. نظرت چیه ها؟ متاسفم آلارا، این امکان نداره. به محض برگشتن باید فوراً به کارهای بابات رسیدگی. باشه، من با بابام حرف میزنم. لطفاً همچی کاری نکن. این اصلا رفتار حرفه‌ای نیست. همینطوریش هم به خاطر کارهای تو سرمون شلوغ شد. لطف کرد و بهمون بیشتر وقت داد. اصلا نمیخوام همچین چیزی تو موضوعش مطرح. تو خیلی کاری هستی. باشه، پس این کارو میکنیم. اول میریم پاریس، از هواپیما که پیاده شدیم تو کافه دفیلور یه قهوه میخوریم، تو شانزلیزه قدم بزنیم، فکرامونو بکنیم، یه پیکنیک کوچولو هم داشته باشیم. شاید نظرت عوض شد. نظرت چیه؟ بهتره توی یه آژانس مسافرتی باز کنی. باشه، کافه و پیکنیک فکر خوبیه، جذابه، اما نمیتونیم کار باباتو به تأخیر بندازیم. ببینیم چی میشه. باشه، میبینمت. این مار رسما طرف نمیخواد با احترام ردش میکنه، اما باز دختر خودشو به نفهمی میزنه. ببین چی میگم دختر، اگه دمیر خان یه بهونه کوچولو پیدا کنه فوراً این سفر رو کنسل میکنه. پس حتی یه بهونه کوچیک هم برای نرفتن نداره. فرخ داری چی کار میکنی؟ بیا دیگه. یه چیز مهمه، یه چیز خیلی خیلی مهم. ولکن بابا، حواسم پرت میشه ها. فرخ ای بابا، هنوزم خبری نیست. این همه زمان ازش گذشته، اما به زودی میرسه. میتونم حس کنم. ای بابا، اون جادوگر چی میگه؟ دمیر خانم گرفته برده یه گوشه واسه ای بابا، چی میخواد بگه؟ دارم برنامه سفر رو میریزن. اینجا بریم، اونجا نریم. شماها متوجه شدین؟ همش کنارش، اصلا تنهاش نمیذاره. این که تعجب نداره، خب بالاخره با هم دیگه رابطه دارن. اما به نظرم دمیر خان اونجوری نشون نمیده، یعنی کوچکترین علاقه‌ای به آلارا نشون نمیده. ای بابا، داریم خوش میگذرونیم ها. چرا باید درباره این حرف بزنیم؟ راست میگه، اصلا به ما چه؟ دختری بیشو. آره عزیزم، هر کاری میخواد بکنه. دخترا هاشون حرفو نمیزدی. سلام، میخواستم یه چیزی ازتون بپرسم. راستش میدونین که داریم میریم پاریس. من چند تا لباس خریدم، میخواستم نظر شمارم بپرسم. یکیش اینه، اینجوری بلنده، و اون یکی هم اینجوریه، یه لباس سفیده. به نظرتون کدومشون؟ یعنی دمیرخان بیشتر از کدومشون خوشش میاد؟
خیلی خوشگلن. به نظرم جفتشم با خودتون ببرین. نه بابا، نمیخوام همه چیو ببرم. نمیخوام با یه چمدون بزرگ دمیر خانو بترسونم. نه جونم، دمیر خان خودش چمدون شما رو حمل میکنه، نگران نباش. میدونید که من اصلا از اون جور دخترا نیستم. نمیذارم چمدونمو ببره، کیفمو برداره، در ماشینو برام باز کنه. من خیلی ریلکسم. به خاطر همین با دمیر خیلی تفاهم داریم. در ضمن میخوام توی این مسافرت خیلی سبک به نظر بیام. البته خب چون مسافرت کوتاهیه باید سبک‌تر برین. آره اصلا اینطوری فکر نکنه. آدم وقتی میره خارج از کشور یه جور دیگه حس میکنه، یه جور دیگه فکر میکنه. مثلا من دوستایی دارم که اینجوری با هم ازدواج کردن. جدی؟ چقدر خوب. زود باشین، چیزی نگفتین. این یا این انتخاب کنید. لروکس تو یه چیزی بگو. تو دمیر خانو بهتر میشناسی. بذار ببینم. این لباس دقیقاً مناسب تابستونه. طرحش عالیه. در ضمن عاشق رنگ این یکی شدم. از همینجا میتونم ببینم که مارکه. آیدا حق داره، جفتش خوشگلن. اما موضوع اصلی اینه که دمیرخان از کدوم بیشتر خوشش میاد، مگه نه؟ آره. یه طراح مد معروف هست که یه حرف خیلی قشنگی میزنه. مهمترین چیز توی یه لباس کسیه که اونو میپوشه. یعنی داری خیلی تلاش میکنی. به نظر من هر کدومو بپوشی قشنگه. دوبله شده در استودیو جیم. دخترا من باید یه سر برم پایین. عزیز دلم میبینمت. لروکس. بله. چی شده دمیر خان؟ پاسپورتم کجاست لروکس؟ آخرین بار کجا گذاشتینش؟ صبح رو میزم بود. میزتون رو خوب نگاه کردین؟ کاملا مشخصه که اینجا نیست. شاید تو خونه مونده. تو ماشین رو دیدین؟ چرا اینطوری میکنی؟ چی کار میکنم؟ با من بازی نکن. دمیر خان، من خدمتکار شما نیستم، منشیتونم نیستم. اگه پاسپورتتون گم شده میتونین به عزمیه بگین کمکتون کنه. لروکس میشه کشش ندی و پاسپورتو بدی؟ دیگه واقعا داری بچه بازی در میاری. تو یعنی واقعا فکر میکنی من برش داشتم؟ این تویی که از همون اول با رفتن من به پاریس مخالف بودی. داریم به خاطر کار میریم، ارائه پروژه رو انجام میدیم و میایم. یعنی این فقط برای من نیست، برای آرتمی من مهمه. برای همین لطفاً پاسپورت منو بده. گفتم من بر نداشتم. چی عزمیه؟ دادا فرما، اینم یه بهونه کوچولو. عزمیه تو چی کار کردی؟ لطفاً اینو ببر بذار رو میزش. فهمیده گم شده، فکر کرده کار منه. بذار فکر کنه. بذار بفهمه که تو نمیخوای بره. ببر بهش بده لطفاً. باشه بابا. ببین یه چیزی بهت بگم، اصلا نیازی به این نیست. اگه بهش بگی نرا نمیره دختر. آره عزمیه خانم رو میزم. اون تو خیلی شروع بود، بعد رو میزتون بود، برداشتم تا یه وقت گم نشه. ممنونم عزمیه خانم، اما دفعه بعد لطفاً بهم خبر بدید. چرا زود میری؟ اگه دنبال
دوست دخترتی تو تراسه، داره لباساشو به دختر رو نشون میده. تو اون بالا چند تا پیک خوردی؟ چرا میپرسی؟ از اونایی که آلا رو آورده بود نخوردم. میدونم، اما از اون یکی‌ها خوردی. اینجوری نمیتونی سوار دوچرخه بشی. بیا برسونمت. نه، من خودم میتونم برم. در ضمن اگه اینجوریه تو هم نمیتونی پشت فرمون باشی. من اصلا نخوردم. خوبه؟ من سوار تاکسی میشم و میرم. در ضمن تو الان نباید اون داخل باشی؟ نه نیازی نیست. بیا بریم. بفرمایید لروکس خانم. عزمیه جون، دمیرخان کجاست؟ آلارا خانم دمیرخان رفتن. نفهمیدم چطوری رفت. از اینجا از همین در خیلی نرمال خارج شدن، یعنی اتفاق عجیبی نیفتاده. لروکس خانم کجاست؟ نمیدونم. تو هموم کار داری؟ من میخوام دوش بگیرم. داری چی کار میکنی لروکس؟ از مدل چیدمان خسته شدم. فهمیدم، برای همین تصمیم گرفتی به خودت آسیب بزنی آره؟ من دختر یلاقم، چیزیم نمیشه. لروکس ببین واقعا برام سخته، درک نمیکنم. منم توی این خونه کلی چیز هست که میخوام تغییرشون بدم، اما باید توی این ساعت این کار انجام بدم. توی وقت مناسب باید تصمیم بگیریم و برنامه‌ریزی کنیم که چی و کجا بذاریم، بعدش انجام بدیم، چون این کار اینجوری انجام همه چی با برنامه‌ریزی انجام نمیشه. بعضی چیزا قانون ندارن، وقتی دلت میخواد انجامشون میدی، خودجوشن. نمیتونی تمام وسایل این خونه رو تنهایی جابجا کنی. ببین و تماشا کن. آروم باش، بلایی سر خودت میاری. کسی از تو کمک نخواست. ای بابا لروکس، حداقل بزنیمش اینجا، آخه جاش اینجاست. نه خیر، من میخوام اینجا بمونه. لروکس فقط یه لحظه، برای یه لحظه منطقی فکر کن. آخه جاش اینجاست، تازه داری مسیر رفت و آمدم میبندی. باشه جا باز میکنم. لروکس بابا پارکت ها رو خراب کردی. لج کردی که سر خود این کارو بکنی آره؟ عادت میکنی. آدم نمیتونه به چیزای اشتباه عادت کنه. لروکس یه لحظه وایسا. ببین بذار اول فکر کنیم، تصمیم بگیریم، بعدش جابجاشون کنیم. الان خوشمون نمیاد، باز دوباره کاری میکنیم. این کارا اینجوری نمیشه. اما باید بشه. تو همین جوریش هم از قبل تصمیم گرفتی چی کار کنی؟ الان فهمیدم مشکلت اینه. تو همه این کارا رو میکنی چون من میخوام برم پاریس آره؟ این یه فرصت مناسبه واسه شرکت. تو هم تو این کار سهیمی. میریم توی گردهمایی بین‌المللی پروژه رو ارائه بدیم. اینقدر بزرگش کردی که نمیشه تحملش کرد. الانم داریم زیرش له میشیم. نه بزرگش نکردم. آلارا خواهش میکنم، حتی نمیخوام بشنوم. ساکت بشیم و این پذیرایی رو به شکلی در بیاریم که بتونیم ازش استفاده کنیم. پشت سر دوست دخترت حرف نزنیم. لروکس ببین، من همون روز اولم بهت گفتم نباید زندگی خصوصیمون رو وارد کارمون کنیم. بهتره دست از این بچه بازیات برداری و مثل آدمای بالغ رفتار کنی. کجا؟ میرم. تازه از همون در اومدم.
خیلی سرخ شدم. من الان به این چی بگم؟ بله وداد، منو ببین، هر کاری میکنی بذار کنار. آماده شو شب با هم بینیم بیرون. امشب نمیشه، امشب نمیتونم بیام، یه شب دیگه بریم وداد باشه؟ دمیر میدونم که دلت نمیخواد بیای، اما باید بیای. یه هفته از همش قیافه میگیری، رفتار عجیب میکنی. بیا ببینم مشکل چیه پسر. وداد دمیر داداشم، آدرسو میفرستم، شب اونجا باشه؟ فرخ تو از جونت سیر شدی؟ داری چی کار میکنی؟ نمیمیریم بورا، جفتمون زنده میمونیم. خلاص شدیم دیگه، کلن خلاص شدیم داداش. چی میگی؟ از چی خلاص شدی؟ از اسن. رئیس مافیا اسنسایان که مزایده ها رو به فساد کشیده بود دستگیر شد. اسن دستگیر شد؟ اما چی جوری؟ یکی لوش داده. نه بابا، کی جرأت همچین کاری رو داشته؟ البته که من. فرخ چی کار کردی؟ فرخ هممونو بدبخت کردی. اگه پلیس اسن رو پیدا کرده باشه ما رو هم پیدا میکنه. میخوای بیافتیم زندان؟ نمیافتیم، کل برگا رو سوزوندم دیگه، هیچ ارتباطی بین ما با اسن نیست. تموم شد. آره فرخ تو واقعا احمقی؟ ها؟ شماره من تو گوشی اون زنه هست. در ضمن هنوز نتونستیم اونو که از همون عکس گرفته رو پیدا کنیم. وقتی داشتیم با اسن توی هپی پای جلسه میذاشتیم از همون عکس گرفته. وقتی همه با هم سوار کشتی زنه شدیم از همون عکس گرفتن. فرخ تو چی کار کردی؟ ایشون مشتریمون بوده، خواستن یه تعمیراتی انجام بدیم، ما هم رفتیم ببینیم. همین. تو همه این کارا رو کی کردی؟ وقتی لروکس گفت عملیات مشتری هیولا رو کنسل کنیم، گفتم اسن ما رو بدبخت میکنه. دقیقا همون موقع یه نوری تو مغزم روشن شد. گفتم تا وقتی اون ما رو بدبخت نکرده ما اونو بدبخت کنیم. باورم نمیشه. آره، یه دونه سرنخ به پلیسا دادم، خودشون همه رو یکی یکی پیدا کردن. این دفعه ما بدبخت نشدیم، اسن بدبخت شد. الان از اینا بیا. هنوزم با هم قهرین؟ نه همچون چیزی نیست. هست چند روزه توی یه زمین کار میکنیم، کنار همیم. برای یه بارم که شده تو صورتم نگاه نکردی. چی شده؟ تو از دستم عصبانی هستی؟ چی شده؟ چرا باید از دستت عصبانی باشم؟ تو اشتباه برداشت کردی. سرمون شلوغ بوده، تو خبر داری. برای اینکه کارو برسونیم اون کلی کارهای مختلف داشته. به اندازه کافی نتونستم کنار تو باشم، واسه همین تو اینجوری حس کردی. این چیز مهمی نیست. پس برای اونه. فهمیدم. یه چند تا سیخ دل کباب کن استاد. دل؟ البته که دل لازمه، خونسازه. منو ببین، تو الان قبل خوردن حرف میزنی یا بعد از خوردن حرف میزنی؟ بعدش. باشه ببینیم چی میشه. میشه جون. خوبم ایبو، خوشحالم این هفته تموم شد. برای جشن چیدمان خونه رو عوض کردم. بازم دیوونه بازی شروع شد.
لروکس متوجه هستی وقتی عصبانی میشی خیلی فعال میشی؟ دیوونه رو ببینو. یعنی تو حالت عادی فعال نیستم؟ نمیدونم، اما من همیشه این حال تو رو میبینم. بگذاریم این دفعه چیچی رو بر نداشته بیاری. خیلی بدجنسی. نظرش در مورد مدل جدید پذیرایی چیه؟ امیدوارم به اونم حق نظر داده باشی. شاید اگه میموند حق نظر داشت، اما با یه تلفن بدو رفت. احتمالاً داره با آلارا خانم قضا. راستی اون موضوع پاریس چی شد؟ اصلا نمیدونم. احتمالاً میرن. ابراهیم باید قطع کنم، دارن در میزنن. باشه شب میبینمت. سلام. دمیر خونه است؟ بیرونه. در مورد پاریس همه چی آماده کردم. میخواستم یه چند تا سوال ازش بپرسم. میتونی تلفنی باهاش حرف بزنی یا اینکه فیس تو فیس با خودش حرف میزنم؟ اینجا چی شده؟ خیلی عجیب شده. خب دمین نگفت کی میاد؟ ما همچین رابطه ای نداریم. در ضمن من منشیش نیستم. آخه در مورد رابطتون هیچی واضح نیست، برای همین پرسیدم. به نظرم همه چی کاملا واضحه. جفتمون صاحب نصف این خونه هستیم. واقعا خیلی جالبه. مثلا این خونه رو چطوری با هم تقسیم کردین؟ یعنی اتاق به اتاق تقسیم کردین؟ یا اینکه میگین این مبل مال من، این کاناپه مال تو؟ راستش نمیخوام سمت وسایل تو بشینم عزیزم. هر جا که دوست داری میتونی بشینی آلارا. نیازی نیست مقدمه چینی آنچنانی کنی. رو راست تعریف کن، بگو ببینم چی شده. وداد جونم. ببین تو واسه من خیلی مهمه. اینو میدونی دیگه. میدونم داداش، تو هم برای من همینطوری هستی. یعنی تو برای من فراتر از یه دوستی. بچه یه ما میدونی، یعنی خودت دیدی مامانم، بابام، خونم، زندگی، آینده، همه چیز جلوی چشم نابود شده رفت. اما فقط تو موندی. من بیشتر از بابام به تو تکیه کردم. تو تنها آدم نرمال تو زندگیم بودی، گرچه هنوزم همینطوری هستی. منظورم اینه که تو داداش منی وداد. دمت گرم داداش. الان که میگم شاید به نظر خیلی ساده بیاد، اما واسه من اینطوری نیست. من از دست دادن همه رو به جون میخرم، اما نمیخوام تو رو از دست بدم. پسر به تو دل دادیم بخوری، همش داری از دل حرف میزنی. من آدم احساساتیم، اینطوری نکن به خدا، حالم بد میشه ها. نشه داداش، حالت بد نشه. تو خوب باش، تو خوب باش، تو هر طوری که میتونی خوب باش. یادته چند روز پیش تو گلخونه گفتی تنهایی خیلی هم چیز نوبری نیست؟ خب تو تنها نمون. جدی میگم، بقیه چیزا برای من مهم. پسر اونو من برای تو گفتم. تو چرا به من فکر میکنی؟ تو به من فکر نکن. ببین نکنه تو پیر شدی. من نمیفهمم. یه هفته از تو روم نگاه نمیکنی. کلی برام قیافه گرفتی. منو ببین دیگه تکرار نشه وگرنه بد کتک میخوری. زود باش. کی همشو خوردی تو؟ از مال خودت بریز. نه دیگه در این حد. چیزی شده؟ نه نشده. خیلی خوب. لروکس میشه یه لحظه بایستی؟
ببینم تو از رابطه من با دمیر اذیت میشی؟ کمتر از اینه که برام مهم باشه. ببین من درکت میکنم. این که مجبوری یه خونه رو با یکی تقسیم کنی خیلی خسته کننده است، اما دارم نجاتت میدم. منظورت چی؟ با دمیر صحبت کردم و به این نتیجه رسیدم که 2 روز نمیتونیم از پاریس لذت ببریم و تصمیم گرفتیم یکم طولانی ترش کنیم. کاری خیلی زیادی میشه انجام داد. 1 هفته طول میکشه. البته باید رزرواسیونش هم در نظر بگیریم. واقعا؟ چقدر خوب. اما اینطوری اخم نکن دیگه. ببین 1 هفته خونتو بهت برمیگردونم. قدرشو بدون. تو چقدر خوبی. تو هر وقت خسته شدی به هم بگو. من یه بهونه ردیف میکنم و دمی رو با خودم میبرم. دوبله شده در استدیو جم. اول از همه دوباره از همتون ممنونم. واقعا خیلی پروژه خوبی شد و به لطف شما الان من و دمیر میتونیم با آرامش بریم پاریس. دمیر اراندی، رئیس شرکت معماری آرتمیم. خب چیزی نمیگی؟ این چیز مخفی چیه؟ موضوع اینه که من برای دومین شبمون تو پاریس توی رستوران جا رزرو کردم. یه جای خیلی خوبیه، 3 ستاره است. سرآشپزش حرف نداره. اگه بخوای اونجا جا رزرو کنی باید 6 ماه جلوتر این کار بکنی، اما من یه جوری ردیفش کردم. عالیه. به نظرتون کدومشون؟ یعنی دمیر خان بیشتر از کدومشون خوشش میاد؟ یه طراح مد معروف هست که یه حرف خیلی قشنگی میزنه. مهمترین چیز توی یه لباس کسیه که اونو میپوشه. چی شده دمیر خان؟ پاسپورتم کجاست لروکس؟ آخرین بار کجا گذاشتینش؟ صبح رو میزم. از اینجا از همین در خیلی نرمال خارج شدن. یعنی اتفاق عجیبی نیفتاده. لروکس خانم کجاست؟ فرخ تو از جونت سیر شدی؟ داری چی کار میکنی؟ نمیمیریم بورا، جفتمون زنده میمونیم.